روز 15 اپریل شیرالی عبدالقیسوف یکی از هنرپیشه‌های خوشنام تئاتر و سینمای تاجیک به سن مبارک 70 رسید. شیرالی عبدالقیسوف 15 اپریل سال 1951 در دهه دیرزود نویه روشانی ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده. سال 1968 مکتب رقم 8 دهه دیرزود و سال 1973 شعبه اکتیاری دراما و کینوی دانشکده پداگوژی دوشنبه را ختم کرده است. او برابر ختم دانشکده به تئاتر دولتی دراموی به نام لاهوتی به کار پذیرفته شد و اینک 48 سال باز در صحنه همین تئاتر هنرنمایی میکند. شیرالی عبدالقیسوف همچنین از سال 1996 در دانشکده صنعت درس میدهد و مدیر کافدرای مهارت اکتیاری را به عهده دارد. شیرالی عبدالقیسوف در حیات اجتماعی نیز خیلی فعال بوده. در شبکه‌های اجتماعی و در مطبوعات در موضوعهای داغ روز همیشه اظهار نظر میکند. مقاله‌هایش نیز در رسانه‌ها زیاد چاپ میشوند.